آمدی نوبهاری توبه شکن، پرنیان گشت باغ و برزن و کوی. عجیب از کجا آمد، چگونه آمد؟ نوروز بدل کرد به دل پیر و جوان را. ایام جوانی است زمین را و زمان را. انا همین پیوند اصله ها و نسل هایی که در این شعر به نوروزی بخشیده انوری ابیوردی ثبت شده است ما یک جهان معنای فلسفی دارد و نوروز در بین تمام جشنهای بزرگی مردم آریای تبار بخصوص جشن مهرگان صده جایگاه خاصی دارد و ارجمندتر از دیگر جشنها می باشد و این کلمه زیبا نوروز که هنوز در زبان پهلوی هم رایج بود و در شکل تنها دیگر نوک روج، یعنی به همون شکل نوروز است، از نوک نو و روج روز است و بعداً در زبان عربی هم به شکل نیروز که باز هم از همون نو و روز است، گویا به همون نام مسما شده است. از قدیم الایام تا به امروز خیلی مرتبه و منزلت بلند دارد. این سعادت بزرگ است که ما و شما بیننده هوشمند ما باز به تبریک همدیگر رسیدیم. گویا کار عادی و معمولی می نماید همدیگر را مبارکباد گفتن، اما از نوروز پیشین تا نوروز نوین چقدر انسان‌هایی هستند که همین کار عادی را نمی توانند انجام بدهند، چون هنوزم خیرت انسان‌ها خفته است که بایستی زنده شود. سبب ماندگار بودن یا که به همین درجه بلندی رسیدن نوروز در تمام دور و زمانها این است که نوروز تعامل‌های خاص داشت. نوروز رمزهای خودی داشت. نوروز وابسته بود به باورهای مردمی. نوروز مراسمهای خیلی فراوان داشت و همه اینها در دوام 100 ساله ها و 1000 ساله ها بالای هم روزافزون به نوروز علاوه شدند و امروز نه اینکه نوروز کاهش یافت، نه اینکه نوروز طوری که بعضی محدودیت ها برای نوروز پیش آمده بود در طول سالیان کمی کاهید، بلکه برعکس نوروز روز به روز خیلی تشکل یافت، رشد کرد و با اون تعامل های نو علاوه شدند، شکوه شهامت نو پیدا کرد و امروز طوری که ما مشاهده میکنیم نوروز با عرصه بین المللی و جهانی وارد شد و نوروز جهانی شد و امروز مملکتی در دنیا نیست که در آن نوروز تجلیل نشده باشد، زیرا که یا در آنجا آریا تباران زندگی دارند و یا که از همین آریا تباران با اون مملکت ها هم یک نوع تأثیر گذاشته و آنها نیز نوروز را جشن میگیرند. نخست دانشنامه نوروزی پیشنهاد خواننده خواهد گشت امسال با پیک نوروز و با لطف کارمندان دانشنامه ملی تاجیکستان و اگر این دانشنامه نوروزی همه ما را سیر نوروزی دی میبرد، حتما از مشکلی ها در راه درک نوروز آگاه خواهیم شد که این آگاهی برای هر کدام ما وارثان نوروز واقعا حتمی است. ما نباید نوروز را در تاریخ جستجو کنیم،
بلکه تاریخ را باید در نوروز جستجو کرد و در مسیر تاریخ هر حادثه واقعی که مصادف افتاده است و بعضی محققان یا که بعضی راویان اون را به نوروز وابسته می‌دانند و میگویند که نوروز از همین روز ابتدا شده و از همین روز آغاز شده است، بلکه برعکس است. این حادثه واقعی که است نوروز بود، ولی این حادثه واقعی تاریخی را به نوروز می‌پیوستند به خاطر آنکه نوروز ماندگار بود و این حادثه واقعه ها یا که دین ها یا که اعتقاد ها یا که ایدئولوژی ها به خاطر نگهداشت بود و شود خودشان این اندیشه های خودشان را به نوروز پیوستگی می پیوندند. سبب پیدایش چنین اندیشه از کجا به وجود آمد؟ این است که واقعا تا امروز محققان بسیاری درباره نوروز مقاله های علاهیده و کتاب های بزرگ حجم هم نوشتند و از قدیم تا به امروز این عنعنه این تعامل ادامه دارد. ولی سردکس علمی انسیکلوپدیا ملی تاجیک بران اندیشه شد که باید یک کتاب صاف علمی مرتب گردیده باشد که واقعیت نوروز را، حقیقت نوروز را باید برای مردم نشان بدهد و هر چیزی که به نوروز از این یا آن جهت وابستگی داشته باشد باید در این کتاب پیدا باشد. از این کتاب باید پیدا کرده تواند. یعنی هیچ سؤال باید که پیش خواننده نمانده باشد دایر به نوروز که باقی باشد. به همین خاطر ما تمام کتاب ها، یعنی طوری که با خواننده عزیز میبینند، من همه این کتاب های نوروزی هستند که اینها یا در داخل جمهوری ما تألیف شدند یا در ایران یا در افغانستان و یا بیرون از آن به زبان انگلیسی یا که به زبان فرانسوی. و همه این کتاب ها در نوبت اول جمع آوری کردیم، مقایسه کردیم، مقابله کردیم و همون جنبه های بهترین، همون طرف های بهترین و خصوصیت های بهترین علمی داشته اندیشه های محققین را علاهیده ما در کتاب علاهیده ریخته نام آن را نوروز نامه کردیم و امروز این نوروزنامه در صدد آماده شدن است و گویا که قریب آماده شد. حال در چاپخانه این کتاب موجود است و ما نیت داریم که تا به نوروز یک شماره کم هم باشد ما این کتاب را دسترس کنیم و برای خواننده های نخستین پیشنهاد نماییم. برای انسان نونگر و زندگی ساز نوروز همه روز است و یا همه روز نوروز است. اگر ما خلقت نوروزی داریم و یا اگر ما خلقت نوروزی را در میافتیم، هر نفسی ما در بیکرانه آفاق ثواب و شرافت می‌ریخت. دل پیر و جوان نوروز خواه است، زمین و آسمان نوروزگاه است. در این یک چند روزی سبز در سبز نسبزیدن گناه است. اگر گندم های نوسبز خاک را نسخه یوسفستان کرده، اگر دال و درختان گلاویز گشتند، اگر بچه ما و شما با گل بهمن در دست پیش از ما صدای آمدن بهار را شنیده، پس خوشا و شکرانه که نوروز آمده. شروع می شود نوروز اساساً از تدارکات نوروزی. همین که نوروز آخر می شود، اکثریت مردم ما بعد انجام نوروز به نوروز آینده آمادگی می گیرند، یعنی ایدی آماده می کنند. وقتی که تیر ماه تمام حاصلات خون داشته می شوند،
در تمام دهات جشن مهرگان تجلی کرده می شود و در همین جشن مهرگان که تمام حاصل غنداشته می شود، صاحب خانه ها بهترین حاصل را نگاه می دارند در گنجینه برای نوروز، تجلیل نوروز. بهترین گندم را برای سمنک جدا می کنند، بهترین سیب یا قوق باشد یا تر باشد، بهترین زردآلو برای نوروز آینده جدا می کنند و همچنین بسیار حبوبات دیگر را هم بهترینش را سره کرده و برای نوروز اونا آماده می کنند و در جای نها می گذارند که برای نوروزه است گفته. ببینید تدارکات نوروز از کی شروع می شود و همین که باز جشن سده شروع می شود فرا می رسد و تا نوروز 50 شب و 50 روز دیگر باقی می ماند، باز هم تدارکات دیگر شروع می شوند، باز دیگر آمادگی ها برای نوروز شروع می شوند. مثلا نخستین چیز که در بیشتر مملکت ما کوهستان است، همه جا برف هنوز است وقتی که نوروز می رسد. امروز امسال کم برفتر بود ولی در دیگر سالها سیر برفتر است و نخستین تدارکات نوروزی به اصطلاح بعد جشن سده خاکپاشی زمین ها است، یعنی که به زودترین فرصت زمین ها خاک پاشیده می شوند، تاثیر آفتاب بیشتر شود، زمین ها آب شوند از برف و برای کشت و کار آماده شوند. آهنگرهایی که در هر دهه موجود هستند اونها شروع میکنند به تیز کردن و از نو کردن آلات مهنت، آلات کشت و کار. گروه اسپار میتراشند، گروه دیگر یوغ میتراشند، سیومی کلند بیل یا که داس را آماده میکنند تا که به کشت و کار آماده باشند. این هم یکی از تدارکات نوروزی است که هنوز از ابتدای جشن سده شروع می شود تا به نوروز. رمز و تعامل ها و اساطیرهای فراوان در نوروز هستند که در دوام سالیان خیلی دور و دراز این نوروز را برای مردم خیلی نزدیک کرد و مردم در آن باورهای خودشان را دارند. باورهای خودشان را از این دارند در آنجا که اعتقاد به نوروز دارند و بسیار وقتا مردمان یا که محققین هم در برابر آنها نوروز را به همون تاریخ خیلی کهن پیوست میکنند و این یا اون شخصیت تاریخی را اساسگذار یا آفریننده نوروز میدانند که اصلا نوروز قبل از تمام این همین اندیشه ها و پدیده ها به وجود آمده است و از بس که اون پدیده استرونومی و تقویمی است به هیچ یک واقعات تاریخی ارتباط ندارد. به استادان معظم، به قلموران فردا افروز، به عزیزان تازه آغاز، به اهل ذوق و به اهل راز، یعنی به نفرانی که در بغل ناموس ملت دارند و خود از علم و از اعتقاد و از تحقیقات احترام قائم باید بود که ایشان با کوشش ها از دل به دل، از مرز به مرز و از دی به امروز و از امروز به فردای جاویدانه برای نوروز شایسته نقب کردند. بعداً شروع می شود به آماده کردن طعام‌های نوروزی و این طعام‌های نوروزی نیز در نفس خود یک فلسفه یا حکمت خودشان را دارند. ببینید که اساسی ترین طعام نوروزی این سمنک است و سمنک که از شیره گندم با تعامل‌های خاص پخته می شود حکمت خودش را دارد. ببینید که در پختن سمنک یگان مرد را راه نمیتیند، این هم یک تعامل است. یا که هنگام پختن سمنک آب آن را از چشمه میآورند که آب صافی نو از زیر زمین برآمده است. و دیگر اینکه وقتی که گندم ها را برای سمنک پیشکی آماده میکنند، این گندم ها هم گندم های سره باشند
و آنها را مخصوص کدبانه هایی هستند که آنها در دوام سالیان دراز تجربه بسیار بزرگی کدبانگی دارند و زنهای از جمله زنهای خوشبخت هستند. آنها گندم را آماده می کنند و آن را برای سمنک تیار می نمایند و همون خود پختن سمنک نیز تعامل های بیشتر خودش را دارد که در اونجا از ابتدا تا انتها فقط سرود است، بزم است، موسیقی است، شعرخوانی است، یعنی فقط خرسندی است و از ابتدای شام شروع می شود پختن سمنک تا صبح و صبح همین که سمنک پخت نخست آن را به نوعروسانی که نامزاد شدند فاتحه شدند ولی هنوز به شوهر نرفتند به خاطر بختگشایان آنها نخست از این سمنک آنها می چشند. این یک نوع باور است و یک نوع بختگشایان است و من بعد آنها را این سمنک ها را به شخصان بیمار برجامانده دیگه می فرستانند که اینم یک تعامل بسیار جالب است و بعد از آن هر کسی که در این جشن شرکت می کند برای آنها از سمنک تقسیم می کنند و ببینید که با این سمنک را اولاد به اولاد می پختند از زمانهای قدیم و این طعام خودشان را همون کدبانو ها به همدیگر عوض می کردند، تعویض می کردند. یعنی سمنک پخته یک اولاد را اولاد دیگر و سمنک پخته اولاد دیگر را این اولاد یا که اجداد می خورد تا که بینشان اگرش تو یک نافهمی یک خشونتی اگرش تو پیشتر سر زده باشد با خوردن آشامیدن طعام همدیگر همین کدورت ها از بین می روند. زباغ ای باغبان ما را همه بوی بهار آید، کلیدی باغ ما را ده که فردامان بکار آید، کلیدی باغ را فردا هزاران خواستار آید، تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید. به این بایستگی جشنی، به این شایستگی روزی، وطن را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی. ای ملت تاج بسر و تمدن آفر، مبارک باد برایتان دیدن دوباره جمال نوروزی وطن. چو پایاندازی مخمل نثار قدوم مبارکتان باد، همه بنفشه ها و حلبوها و لاله ها و یاسمن های معصوم که در هر سلولشان زیبایی واقعا هم فریاد میزنند. نوروز مبارک ملت من که در قلب خیش در تار و پود سیرشت خیش عشق را، هویت را، جوانمردی را، نوروز را از هلاکت نجات داده اید.